ما قراره توی این ویدیو 10 تا از زیباترین بازیگرای زن ترکیه در سریال‌های سال 2021 که تا الان پخش شدن رو براتون معرفی کنیم. پس همین حالا روی دکمه عضویت کانال لنز بزنید و تا انتها همراه ما باشید. شماره 10 اسرا بیلگیچ. اسرا که 28 سالشه از 10 سالگی به بازیگری علاقه داشت و مادرش با فهمیدن این علاقه از همون موقع اونو توی کلاسای بازیگری ثبت نام کرد. در نهایت اسرا در سال 2014 با بازی توی سریال قیام ارطغرل برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شد و جوایز زیادی هم برای اون نقش به دست آورد. اسرا از سال 2020 تا 2021 توی سریال رامو بازی کرد که هم زیباییش و هم بازی قشنگش در اون سریال باعث شد روز به روز پرطرفدارتر از قبل بشه. شماره 9 افرا ساراشوغلو. افرای زیبا که 23 سال بیشتر نداره خیلی زود داره پله‌های ترقی رو پشت سر میذاره. اون برای اولین بار توسط اوزجان دنیز و به خاطر شباهتش به نورگل یشیلچای بود که کشف شد تا در فیلمی به کارگردانی اوزجان نقش دختر نورگل رو بازی کنه. اما بعد از اون با بازی در سریال فضیلت خانم و دختراش دیگه تقریبا همه اونو میشناختن. حالا امسال هم شاهد نقش آفرینی افرا در کنار چاغاتای اولسوی در سریال یشیلچام هستیم و اون به همه نشون داد که نه فقط یه بازیگر زیبا بلکه کلی هم با استعداده. شماره 8 آلینا بوز. آلینا این بازیگر 23 ساله یکی از اون بازیگراییه که همیشه در عین سادگی همه توجه رو به خودش و زیباییش جلب میکنه. علاقه اون به بازیگری وقتی شروع شد که در کودکی به همراه پدر بزرگش به دیدن تئاترهای مختلف میرفت. اون در سال 2013 با بازی در سریال پرستار شجاع پا به دنیای بازیگری گذاشت و بعد از بازی در سریال‌های مختلف امسال شاهد بازی قشنگ اون در کنار بوراک دنیز در سریال موفق ماراشلی بودیم. امکان نداره کسی این سریال رو دیده باشه و شیفته آلینا نشده باشه. شماره 7 دنیز بایسال. این بازیگر زیبا که 30 سالشه اول پا به دنیای تئاتر گذاشت و بعد از اون با تشویق و حمایت‌های معلم تئاترش وارد دنیای بازیگری شد. اون در سال 2011 برای اولین بار در سریال تلویزیونی آب‌های عمیق بازی کرد. اما اون شهرت خودش رو مدیون بازی در 2 سریال عروسای فراری و بعد از اون سریال فضیلت خانم و دختراش میدونه. دنیز امسال یه سریال پرطرفدار به اسم تشکیلات بازی کرده که طرفداراش بی‌صبرانه منتظر شروع فصل دوم اونن. من که خودم عاشق چهره و استایل دنیزم. شما چطور؟ شماره 6 ازگه یائیز. ازگه که 24 سال بیشتر نداره سال 2016 وارد دنیای بازیگری شد. اون سریالای زیادی بازی نکرده اما همونا برای شهرت و محبوبیت زیادی رو به همراه داشتن. وقتی ازگه تو سریال قسم حضور پیدا کرد همه از چهره زیبا و معصوم اون صحبت میکردن. بعد از اون با حضورش توی سریال سمت چپم بود که اونو به محبوبیت بیشتری رسوند. باید منتظر بود و دید که ازگه در سریال جدیدش که یکی از ما نام داره چطور ظاهر میشه. اگه میخواین بدونین کیا 5 نفر اول این لیست رو تشکیل میدن بی معطلی عضو کانال لنز بشین و در ادامه با ما همراه باشین. شماره 5 ادا اجه. ادای زیبا و دوست داشتنی 31 سالشه اما وقتی 13 ساله بود پا به دنیای بازیگری گذاشت و تا به امروز هم فیلم‌ها و سریال‌های زیادی بازی کرده. ادا که چهره دلنشینی داره در سال 2018 با قبول نقش شیرین یلدیز در سریال سیب ممنوعه روز به روز به محبوبیت بیشتری رسید و این سریال و درخشش ادا در اون همچنان ادامه داره. شماره 4 آیچا آیشین-توران. این روزا اسم این بازیگر زیبای 28 ساله رو خیلی میشنویم. اون در سال 2013 با بازی در سریال گوش کن عشقم پا به دنیای بازیگری گذاشت. اما تابستون همین امسال با بازی در سریال پرطرفدار داستان جزیره به شهرت و محبوبیت زیادی رسید و با زیبایی طبیعی و بازی قشنگش دل خیلیا رو برد. شماره 3 برج اوزبرگ.
بورژه 31 ساله که فارغ التحصیل رشته تئاتر هم هست، کار خودش رو از تئاتر شروع کرد و در نهایت در سال 2013 با بازی در سریال حریم سلطان به سینما و تلویزیون ترکیه راه پیدا کرد. بعد از اون نقشای اصلی زیادی بازی کرد که در سال 2019 با بازی در سریال عشق تجملاتی و امسال هم با بازی در سریال عشق منطق انتقام در اوج شهرت و محبوبیت خودش قرار داره. شماره 2 جمره بایسل. این بازیگر جوان که فقط 22 سال داره در سال 2014 با بازی در سریال دریای سبز وارد دنیای بازیگری شد و بعد از اون چند تا نقش مکمل دیگه هم بازی کرد. اما امسال با بازی در اولین نقش اصلی خودش در سریال بازی بخت کلی طرفدار پیدا کرد و حالا همه اونو یکی از زیباترین بازیگرای زن ترکیه میدونن. شماره 1 هانده ارچل. هانده 27 ساله دیگه برای همه شناخته شده است. اون تو سال 2013 پا به عرصه بازیگری گذاشت و از اون روز به بعد در سریال‌های معروف زیادی از جمله عشق حرف حالیش نمیشه بازی کرد و در نهایت با بازی در سریال تو درم را بزن در کل دنیا به یه چهره شناخته شده تبدیل شد، تا جایی که همین چند روز پیش مجله گلامور انگلیس اونو به عنوان زیباترین زن جهان معرفی کرد. خب بگین ببینم نظر شما در مورد این لیست چیه؟ بازیگر مورد علاقتون توی این لیست بود یا نه؟ به نظرتون جای کدوم بازیگر توی این لیست خالیه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و این ویدیو رو هم حتما لایک کنید و اگه میخواین هر روز با یه ویدیوی باحال سورپرایز بشید، عضویت در کانال لنز رو فراموش نکنید.